Because I'm sure you're thinking in your mind, Wallah, brother, may Allah reward you. Very nice khutbah, very emotional, very touching. But cuz, you don't understand. What this person did to me is unforgivable. And I read, there is absolute father. He raped your child. I don't care what scenario you could possibly throw at me. Forgiveness is the key. قسم به الله اگر این سخن‌ها کمی تقل باشد مرا ببخشید. خب من به شما راستش را میگویم که فکر شخصی خودم است. والله حتی محبت ما نسبت دین و نسبت صحابگان این محبت دنیا است. هیچ کس دیگر دوست نمی‌دارد عمر ابن خطاب را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین به کسی همینجا هسته. اینا انشالله که پیروودی محمد خبلاسه درباره حضرت عمر و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیروود کرده شده. قسم به الله اگر این سخن‌ها کمی دقل باشد مرا ببخشید. خب من به شما راستش را میگویم که فکر شخصی خودم است. والله حتی محبت ما نسبت دین و نسبت صحابگان این محبت دنیا است. هیچ کس دیگر دوست نمی‌دارد عمر ابن خطاب را. Most loved, probably one of the most loved. He's definitely my favorite. Nobody...
قسم به الله اگر این سخنها کمی دقل باشد مرا ببخشید. Tell you now, and this is خب من به شما راستش را میگویم که فکر شخصی خودم است. والله حتی محبت ما نسبت دین و نسبت صحابگان این محبت دنیا است. هیچ کس دیگر دوست نمیدارد عمر ابن خطاب را. most loved, probably one of the most loved. He's definitely my favorite. Nobody here loves Umar ibn al-Khattab because he had permanent marks on his cheeks from crying out of fear of Allah. Nobody here loves Umar. شما دیگه کسی باشی. Следи в щеках от страха Аллаха.